الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. سروران بسیار ارزشمند و گرامی، الله تعالی بر بندگانش بسیار مهربان بوده در طول تاریخ و ترحمش بر خلقش خیلی زیاده. همانطور که شما فکر کنید که چقدر فرزندانتون دوست دارید، چرا که این فرزندان خدا خلق کرده، ولی فرزند از پدر و مادر به دنیا آمده است. پدر چقدر مهربانه بر فرزندان، مادر چه اندازه مهربانه بر فرزند. الله رب العزت مهربانیش قابل قیاس با ترحم خلق نیست، با ترحم مادر و پدر نیست. مهربانی الله تعالی، ترحم الله تعالی بر بندگان فوق العاده و بسیار زیاده، چرا که الخالق همه الله تعالی است. والله ترحم داره بر بندگان، رحم داره بر بندگان. و برای همین خاطر در حدیث آمده است که شما بر کسانی که در زمینند بر اونا رحم کنید تا الله به شما رحم بکنه. ارحموا فی الارض یرحمکم من فی السماء. شما در زمین رحم کنید. خدا عز و جل که مظاهر قدرتش بیشتر در آسمان هست و عظمتش بیشتر در آنجاست، او بر شما رحم خواهد کرد. صاحب آسمان بر شما رحم خواهد کرد. و روی این در همه ادوار و در تمام قرون و زمانهای گذشته تمام نعمتهای مادی را که الله تعالی عنایت کرده رو همون ترحمه. الله تعالی این رحمتهایی که از بارانها نازل می کند، روزی که از آسمان باران رحمت، روزی الله تعالی از آسمانه و رزق و روزی الله زمین و همه نعمتهایی که الله تعالی مادی به انسان عنایت کرده از ترحم پروردگاره و آنچه که از نعمتهای معنوی عنایت کرده هم رحم پروردگار است. این دوتا بحران، دوتا نعمتان، دوتا عنایت پروردگاران، نعمت مادی، نعمتهای دنیوی که استفاده می کنیم، همین لباسی که به تن داریم، همین مسکنی که توش زندگی می کنیم،
همین نفسی که میکشیم، همین زیبایی که الله به انسان داده، مرکب و سواریه که سوار میشیم و تمام نعمتها و نعمتهای الله بی شمارن، بی حد و بی حساب. اگر ما بخوایم حساب کنیم حساب نمیشه. همه از آن پروردگاران، نعمتهای مادی و نعمتهای معنوی. نعمتهای معنوی اعتقاد صحیح، ایمان، اخلاق نیکه، رفتار نیکه، عمل کرده درسته، مسیر صحیح، راه صحیح، صراط مستقیم. همه اینها نعمتهای پروردگاران. ادیان سماوی در هر دور و هر زمانه که پیامبران این ادیان آوردن و کتاب آسمانی اونا را تبلیغ کردن و آوردن، همه ترحم الله تعالی، همه رحمت الله تعالی که بشر الله مسیر صحیح میده، راه درست، راه صحیح، راه اعتدالی. و آخری دین، دین اسلام و بعثت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم واقعا مکمل همه این رحمت هاست. تمام این نعمت ها را الله تعالی نعمت های مادی را با نعمت های معنوی کامل کرد. اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دیگه نعمتی نماند که او را الله تعالی به بشر عنایت نکنه. و دین اسلام دین میانه، دین وسطیت. نه در آن دین اسلام نه افراط موجوده نه تفریط موجوده. دین اسلام دین اعتدال. سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم سیره اعتدال. قرآن کتاب اعتدال. والله تعالی و افراط ہے، بات تندی و سخت بگیری که در بعض ادیان به کار رفته بود و الله تعالی این سختی ها را با این دین اعتدال علاج کرد. فرمود که این دین میانه، راه وسط که راه دین اسلام هست، این به هر حال از اون مسیر و از اون سختی ها دور باشه. در بعض ادیان سختی به کار رفته بود که به خاطر گناهایی که اونها مرتکب شدن. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. بالاخره یهودی ها تند روی کردن، زیاده روی کردن و الله تعالی در گذشته الله تعالی یک سری احکام سخت برای اونها گذاشت و این احکام سخت در دین اسلام نیست و تفریط هم در دین اسلام نیست. نه افراط نه تفریط که در گذشته بوده الله تعالی در دین اسلام نگذاشتن. اونها علاجان بوده، هرچی بوده تنبیهان بوده و تا تندروی نکنند، تا کار خلاف انجام ندهند. ولی در این دین که تا قیامت ماندگار دین میانه هست و الله تعالی در دین اسلام نه افراط میپذیره کسی وارد بکنه نه تفریط. متاسفانه در تمام ادیان افراط و تفریط مردم آوردن. مردم همون زمان
و در دین اسلام هم خبر دادن حضرت صلی الله علیه وسلم که هم مردم افراط میارند هم تفرید. و شما ببینید امروز تندروی توی دنیا، بعضی از مسلمانان متاسفانه گرفتار افراط شدن، تندروی میکنن و از قرآن می استنباط میکنه، آیه میخوانه. حرف کسی را من شنیدم، یک کسی صحبت میکرد، تعجب کرد که این آیه تلاوت میکند و به کشتن مردم تشویق میکنه. برداشت سو از قرآن عظیم الشان، برداشت که برخلاف مسیر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، زندگی آن حضرت بهترین تفسیر قرآن عظیم الشان. زندگی صحابه کرام که در برگرفته از زندگی آن حضرت و مال خیر القرون، بهترین زمانه آن حضرت بود. بعد زمانه بعد و بالاخره تب 3 قرن را آن حضرت خیر القرون گفته، بهترین قرن اولیه. و بالاخره بهترین مفسر قرآن خود حضرت رسول، کسی که قرآن بر اون نازل شده، کسی که قرآن برای ما تلاوت کرده، کسی که صاحب وحی بوده، با فرشته هم کلام بوده، با جبرائیل امین که قرآن آورده نشست و برخاست داشته، سوال می کرده. بهترین فهم و بهترین مسیر و تفسیر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برای قرآن عظیم و زندگی آن حضرت و عمل آن حضرت تفسیر قرآنه. و الله کسانی بیند از جانب خود از آیات برداشت سو کنن، تلاوت کنن برای خشونت، آیه جهاد بخونن و نه ما قبل نگاه کنن نه ما بعد نگاه کنن، نه شرایط و تفسیر تلاوتشون اشتباهه، برداشتشون غلطه. این مثل همون میمانی که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. قرآن میگه شما نماز نخوانید در حالی که شما مواد مسکر استفاده کردید، یعنی اون چیزی که عقل انسان میبره و بر عقلش تسلط نداره، مشروب خورده، در حالتی که مشروب کسی خورده نماز نخونه. و ابتدای اسلام مشروب جایز بود، مانع نیامده بود. تعداد نماز خواندن کسی امام شد، قرآن اشتباه تلاوت کرد، در حالت سکر بود. بعد حرمت شراب نازل شد و این الله تعالی او زمان اولی زمان همین فرموده که شما حداقل در نماز به حالتی که سکر دارید نخوانید. حالا کسی بگه لا تقربوا الصلاة، نماز نزدیک نماز نروید، قرآن میگه نزدیک نماز نروید، نماز به جای خود که نزدیک نماز نروید و نخونه اینه که وانتم سکارا. قرآن میگه شما نزدیک نماز نروید در حالت مستی و مدهوشی. حالا این بخون لا تقربوا الصلاة بخون، الله گفته که نماز نخونه، نماز نزدیک نماز نروید. آیه بعد تلاوت کن که چیه؟ قرآن عظیم و شانه. بعض قرآن تفسیر میکنه، القرآن یفسر بعضه بعضا. بعض قرآن بعضا تفسیر میکنه، واضح میکنه و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم واضح و روشن میکنه، زندگی آن حضرت واضح و روشن میکنه. آن حضرت سر شما ببینید تمام زندگی آن حضرت تفسیر قرآن عظیم الشان میں ترحم آن حضرت را نگاه کنید که چه ترحمی داشته. و حیران میشه انسان که وقتی که جنگ بدر، اولی جنگ
بود که رخ داد و 70 نفر اسیر شد. 70 نفر از بسیاری از اینا سران مکه بودن که دستگیر شدن و این اسرا را آوردند. اینا را بچه اکرام نگهداری کردن، تقسیم کردن در خانه ها و بعد که مشوره کردن بعضی از صحابه مشوره دادن که اینها را قتل کنیم، بکشیم و صحابه مشوره گرفت و بعد آن حضرت فیصله برام این کرد که نه اینا را آزاد کنیم. گفت اینا میره وند اونجا سبب میشوند که آینده لشکر درست کنه همینه و بر سر شما بیاره. آن حضرت صلی الله علیه وسلم با این حالا قبول نکرد، گفت که نه آزاد بکنیم. ببینید دوراندیشی آن حضرت چند آزاد. اسیر نینا، اسیر خوب نگهداری کنید و اینها را آزاد کردن و این پیش بینید از بعض روایت معلوم میشه که اگر این آزاد بشن ممکنه آینده همه اندازه از افراد از شما کشته بشه که این هاست. ولی این گفته اگر مردم، ما بعض روایت اینطور نقل میکنن، گفته اگر ما کشته بشیم هم شهید میشیم، ولی این را نمیکشیم. این را آزاد کرد و این دین اسلام به. و وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم شو بینید که صحابه، اون صحابه که 40 نفر از صحابه سبب شکست در احد شدن، چرا که تپه را ویل کردن. 50 نفر بودن، 10 نفر سر تپه استراتژی باقی ماند و 40 نفر ویل کرد. دشمن از پشت دور زد و سر تپه حمله کرد و مسلمان در محاصره قرار گرفتن. 70 نفر مسلمان کشته شد. از امیر حمزه عموی آن حضرت کشته شد، بهترین افراد کشته شد، خود آن حضرت بیهوش افتاد. ولی آن حضرت یک بار اینها را 40 نفر سوال کرد که شما ما را شکست دادید، شما چرا این کار کرد؟ زندانشون کرد و اعدامشون کرد. اگر امروز دنیای امروز باشه، همون اروپا، همون غرب که آزادی خیلی دارن و صحبت از دموکراسی و آزادی است، اینا را همه میکشن، شما این را شکست دادید. ولی آن حضرت صلی الله علیه وسلم هیچ به اونها، بلکه قرآن فرمود فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. آینده اینا را در مشورت خدا آورد، در مجلس آن حضرت آمدن مشورت میداد. هیچ نگفت که شما اشتباه کردید، ولی قرآن گفت که ولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. گفتم ما این شکست احد از کجا خوردیم؟ الله تعالی فرمود شما بگو از جانب خودتون. چرا تپه را ویل کردید؟ چرا امر حضرت رسول نافرمانی کردید؟ شما ادعی از شما نافرمانی کرد، تمام لشکر شکست خورد. در احد شکست خوردن و 70 نفر از مسلمانان کشته شد و در محاصره قرار گرفتن. اول فیروز شدن و بعضی صحابه که مرتکب جاسوسی شدن و وقتی که حضرت اونها را فرصت که چرا این کار کردید، گفتن که ما اونجا آل داشتیم. حاتم بن ابی بلتعه خبر داد که آن حضرت داره آمادگی میکنه برای فتح مکه و به ذریعه وحی اطلاع داده شد و جلوه و جاسوسی که فرستاده شده بود، چیزی نوشته بود، گرفتن. از تلی را و یکی دیگه صحابی را فرستادن. حاتم پرسیدن که چرا این کار کردید؟ گفت که من اونجا زن و بچه دارم در مکه و کسی را ندارم. من گفتم بر زن و بچه من ظلم نکنم، حامی ندارم در مکه. این صحابه اکثرا اونجا خویشاوند و نزدیک دارم، من ندارم. این خبر دادم که من
میدانستم خدا شما را فیروز میکنه، اینا کاری نمیتوانم بکنم، ولی اطلاع دادم که به زن و بچه های من آسیبی نرسه. آن حضرت فرمود که حرف درست زداتم. صحابی گفت که یا رسول الله اجازه بده گردن حاتم بزنم، جاسوسی کرده، اطلاع ما را به دشمن ما میدهد. آن حضرت فرمودن نه، فرمودن که حاتم درست گفت، حاتم اصلا تنبیه هم نکرده. اینا ببینید ترحمی اندازه کجای دنیا شما میتونید پیدا بکنید. و وقتی که حضرت وارد مکه شدند، ببینید که مکه فاتحانه، این مکه این سال بالاخره 8 هجریه، 13 سال در مکه صحابه را شکنجه دادن. آن حضرت و صحابه را از مکه خارج کردن و 8 سال بعد از او درگیر بوده. 2 سال صلح شد، ولی این همه 6 سال دیگه درگیری بود و جنگ احد و جنگ بدر و این همه. ولی وقتی که حضرت فاتحانه به مکه وارد شده، بله، وقتی که صحابی گفت که امروز روز خون ریزیه، این خبر به حضرت دادن که یک شخصی که میگه اعلام میکنه که امروز روز خون ریزی و انتقامه، یعنی آن حضرت فرمود نه، امروز روز ترحمه، ترحم مردانگی است. بینی کسی خون نشد، همه را بخشیدن به جز 1-2 نفری که اینها مسلمان را کشتن و اموالشون آوردن، مرتکب قتل شدن، مرتکب جنایت شدن و بسیار دیگه شیطنت کردن، هیچ کسی کشته نشد. ببین حضرت هیچ وقت دار آویزان نکردن که مردم اعدام بکنن و تناب آویزان بشه. حالا گاهی توی رسانه های بیگانه میبینیم که تناب ها را نشان میدن در زندان های ما، دار را نشان میدن. اینا نبود. کسی چند نفر اعدام کرده، چند نفر از خلفای راشدین اعدام کرده، چند نفر حضرت علی اعدام کرده. توی جنگ حضرت علی درگیر شده بود. چیزی دیگر از جنگ حسابش فرق میکنه، جنگ احکامش فرق میکنه، ولی ترحم بوده. این حرفا را من میزنم برای هموطنان عزیزم که خیال نکنن دین اسلام تویش، چون من یک حرف شنیدم، یک تندروی و افراطی در یک کلیپ صحبت میکنه که آقا بزنید، بکشید، قاطعانه رفتار بکنید. همین جریان اخیر. و یکی دیگری میگه که دیگه کسی میگه که در دین، این دین آیا میخانه و آیا را اشتباه میخانه، دلیل اشتباه میگیره، خواندنش باطله و حالا میگه این دین اسلامه و در دین اسلام هیچ کسی جانش در امان نیست. کسی دیگری میگه اونجا. و دین اسلام دین اعتدال، دین وسطیت، مخالف دین اسلام با تندروی، مخالف با خون ریزی، ریختن خون مردم، کشتن مردم. توی دین اسلام اینا جایز نیست. و از دین بدبین نشید. من یه دفاع از دینه، دین بدبین نشان. هموطنان عزیزم را پیام بنده بینه، یعنی که از دین بدبین نشید. دین اونه که محمد رسول الله ورده، دین اونه که خلفای راشدین بر سری بودن، صحابه و اهل بیت بودن.
من منظورم از اهل بیت مخصوصا و اهل بیتی که صحابه هستا و اینها این دین کاش که میدانستن همه مردم که در این دین الله تعالی چند از ترحم گذاشته. زندگی آن حضرت شما نگاه کنید و خیال نکنه که دوی دونه این تندروی متاسفانه که بعض تندروی های در کشور ما بوده. وقتی که انقلاب پیروز شد تنگ نظری ها انقلاب پیروز شد، انقلاب بچه محبت بچه همدردی مردم کنار یک دیگه بودن، بچه دوستی در میانه نبود، نه مذهب مطرح بود، نه قومیت مطرح بود، نه دین مطرح بود و مردم ایران بودن. همه انقلاب ملی بود به نام همین حق حقوق، به نام زندگی برای زندگی بهتر، زندگی راحت. وقتی که مجلس خبرگان تشکیل شد و قانون اساسی را بنویسن، اونجا در قانون اساسی مشکلات ایجاد شد. حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه وقتی که اصل تصویب کردن که مذهب رسمی گفت دین اسلام در کشور، قوانین اسلامی و مذهب رسمی، یا اونجا ذکر کردن حضرت مولانا فرموده که به اسلام اکتفا کنید، بس کنید. اسلام شامل حال همه هست، همه مسلمانانه. فرق بین شیعه و سنی نکنید، تو ملک شیعه و سنی درست نکنید. مولانا سخنرانیشون هست، ناراضگیشون هست و هنوز آئی مسئله هستن و آئی قبول نکرده. گفتم وقتی دین اسلام کافیه، شما مذهب مطرح نکنید، نگاه مذهبی نباشد، نگاه مذهبی محدود میکنه و قبول نکردن ده که اکثر علما بودند اونجا و یک سری قانونهای دیگری را تصویب کردن که حالا این قانونها نه در اسلام سابقه دارن و نه در قوانین بین المللی سابقه دارن. برای آنکه بالاخره برای کنترل کردن و بقا این کارا کردن و اونجا هم اعتراض شد کردن. بعضی ما قبول نکرده این نظریه را، بعضی مطرح، بعضی توی قانون اساسی بعضی بنده ها هستن که سبب شده این مشکلات مملکت پیش بیاد و از کار ما از قانون خرابه و این که میگه قانون اصلاح بشه و اشاره به همینه. بعضی چیزا ما نمیتونیم صراحت بگیم که دیگه دلتنگی درست میشه، مشکلات و بالاخره اینها. بعد وقتی به همین صورت رفت که کم کم بعد از انقلاب خیلی گروه ها، خیلی احزاب در انقلاب همراه بودن، بعد اینها را همه جدا کردن. بجای اینکه بیارن فراگیر تشکیل بده، حکومت فراگیر، قوم ها را بیارن، مذاهب بیارن، نه، رفت به سوی مذهب. دیدگاه ها مذهبی شد، نگاه ها به سمت قومیت ها رفت و رضامندی الله در این بود و دین مسیر دین اسلام در این بود که فرا قومی، فرا مذهبی و حتی فرا دینی عمل بشود. اینجا اقلیت های دینی که موجودن اینها در نظر گرفته بشود، از شایستگانشون استفاده بشه، حق و حقوقشون کاملا رعایت بشه. متاسفانه به تنگیر رفت
و وقتی که چندین سال گذشت و تنگی‌ها زیاد کم کم دایره را تنگ کردن، همون زمان اشتر داده شده که آقا دایره را تنگ نکنید. دایره اسلام دایره وسیعه، دایره دین وسیعه. جمهوری اسلامی که به اسلام نسبت باید دایرهش وسیع و فراگیر باشه نشد. متاسفانه اصلاحات آمده، اصلاحات که خود از فرزندان انقلاب کسانی که توی انقلاب نقش حیاتی داشتند آمدن و گفته که باید ما اصلاح کنیم. اصلاحات هم کار به جای نبرد و موفقیتی کسب نشد و تغییر نتوانست بده و اون کم کم بالاخره افرادی که دایره تنگتر شد، هشدار داده شد که دایره وسیع کنید، دایره را تنگ نکنید و افراد تند اگر بیان بالا مشکلات درست میشه. شایستگان را بیاورید، اغماز بشه، چشم پوشی بشه اگر نقصی و هست بالاخره، ولی توانایی نگاه بشه. شایستگی و این تنگی تا جایی رست که بالاخره مجلس هم محدود کرد. افراد توانمند نتوانست توی مجلس راه پیدا بکنن با گزینش های سخت. دولت ها را هم همینطور، دولت هایی که آمدن یکی بعد دیگری و مدیران کشور وزرا بالاخره او افرادی که توانایی بیشتر، لیاقت بیشتر، شایستگی بیشتر داشتن اونها را در نظر نگرفتن، بر اساس شایستگی نشد، بر اساس وابستگی، بر اساس مسائل دیگه بالاخره این تنگی ها بالا آمد. هشدار داده شد که تنگی به بنبست مواجه میکنه کشور را و لحاظا کشور متاسفانه به سمت امنیتی رفت و چقدر امنیت داشتیم و امنیتی های مختلف درست شد و گسترش امنیت ها. کشور به سوی نظامیگری رفت و نظامی ها که در ابتدای انقلاب در زمان رهبر فقید گفتن که اینا توی سیاست دخالت نکنن، توی انتخابات دخالت نکنن، توی سیاست آمدن، توی اقتصاد آمدن، اقتصاد کنترل کردن، سیاست کنترل کردن. همین که گفته سیاست میدان تعیین میکنه، این چند از نظر مشکل داری است. اما سیاست سیاسیون تعیین بکنن و نه نظامی ها مسیر دیگری دارن. نظامی ها امنیت کشور کنترل کنن و کشور به سوی نظامی رفت، نظامیگری و ای که نظامی آمدن توی سیاست، نظامی آمدن اقتصاد کنترل کردن و امنیتی حتی مذهب امنیتی کردن. نمازخانه ها را بسیاری جا توی شهرستان بستن، نمازخانه ها را بازی تصرف کردن و برای نماز مردم مشکل داشتن. روزنامه ها، انتشارات و نشریه کشور به هر حال امنیتی شدن، سیاست هم امنیتی کردن و تنگی آمد، مشکلات آمد. بسیاری توی زندگی های شخصی و خصوصیشون دخالت شد، شکایت کردن که دخالت میشه و این تمام معنی که ملک به سوی تنگی و رفت و نتیجهش اینه که چند هفته قبل از این جریانی که پیش آمد در هشدار داده شد که آقا بنبست اقتصادی پیش آمده، هم سیاست به بنبسته، هم اقتصاد به بنبسته و بعضی گفتن که شما مردم ناامید میکنید و ما گفته که نه، ما مردم ناامیده، ما واقعیت ها را میگیم، واقعیت ها باید گفته بشن.
توی کشور کسانی واقعیت ها را بگن تا علاج اون حادثه که بعد میخواد پیش بیاید علاج بشه. مسئولان بدانن که بنبسته. من گفتن که اگر رای از شما به من بگید من رای را مطرح میکنم. روزنه هست، افق روشنی هست، آینده روشنی موجوده که ما مطرح کنیم اینها را، و نداشتن چیزی که مطرح کنم. ولهذا جریان اخیر که پیش آمد واقعا خیلی دلخراش بود. کاش که این رخ نمیداد. و الان ابعاد فاجعه که کم کم روشن می شوند واقعا تکان دهنده. ما در دین اسلام چنان چیزی را نمی بینید و هیچ عالم فکر نکنم که عالمی که در مسیر اعتدال باشه این نوع کشتار جایز بدانه. بالاخره خیلی سخته و فکر نکنم و مطمئنم که کسی نمیتونه نزد الله تعالی عذرش را بیان بکنه. هیچ کسی عذر نمیده. بله خونها که مردم معترض بودن و اعتراض کردن، از گرسنگی، بنبست اقتصادی، بنبست سیاسی، سیاستمداران صحبت کردن و مردم بازار بیشتر آمدن که زندگیشون با بنبست مطلق روبرو شد. کسب و کار، زندگی مختل شد، از گرسنگی آمد. و کاش که این حرف این را می شنیدیم، کنار این هم می نشستیم، مشکل اینا را رفع می کردیم. این ملت عزیز ایران و اینها ولی نعمتم. و این حرفها که بنده میگن تنها بنده نبودم، دیگران هم هر کسی به یک صورتی حرف زده و اینها گفته شده و کاش که حرف دل سوزان گوش میکرد. و الان مشکلات هنوز این مشکلات هستن. به هر حال نباید انسان به یک راه هیچ سیاست مداره و هیچ مسئول نباید به یک مسیر اصرار بکنه که همینه و بس، همینه و لا غیر، دیگه چیزی نمیشه. نه، انسان اشتباه میکنه. هیچ کسی از اشتباه محفوظ نیست. دچار اشتباه میشه برگرده. و پیامبران الله تعالی فرموده که استغفار بکنید. استغفار کرد. پیغمبران لغزش خوردن و انسان بالاخره هیچ کسی بی عیب نیست. او ذاتی که عیب نداره پروردگاره. اونی که به مشوره نیاز نداره پروردگاره. همه انسان به مشوره نیاز داره، بس عیب نظران بشینن، نظر خواهی کنن، رایگیری کنن و با زنان مشوره، با مردان مشوره و با جوانان مشوره. و کسی که خود را مستقل میدانه بزرگترین اشتباهی است. نباید کسی خود را مستقل بی نیاز از مشوره بداره که خدای عزوجل در رابطه با حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید و شاورهم فی الامر. مشوره کن صحابه را در رابطه با امر و امرهم شورا بینهم. اشتباه سخته که انسان با دوستانش تنها مشوره کنه، با حامیانش مشوره کنه، با طرفدارانش مشوره کنه، بلکه با مخالفان مشوره کنه. حرف مخالف بشنود، حرف منتقد گوش کنی. اگر گوش میکرده این حرفا گوش میشد و توجه میشد، این جریان پیش نمی آمد. مهمه
اگر این اختلاف در میان مردم ایران پیش نمی آمد این لشکرکشی انجام نمی گرفت. این لشکرکشی که الان شده و ایران از چندین راه در محاصره قرار گرفته و این از اختلافی که در درون داری. هشدار داده شد که شما در دو جبهه نجنگی، شما مردم با مردم کنار بیایی و ببینیم مردم چی میگن، روی منافع مردم فکر کنید. دیگران نمیتوان لشکر کشی. این لشکر هرگز نمی آمد که الان آمده. این از کجا آمده؟ از اینجایی که اختلاف در میان خود مردم پیدا شده است. مردم ایران، اکثریت ملت قاطع مردم ایران الان راضی هم. بررسی کنید، مردم با مشکلات مواجه هم. چه کسی که مشکل نداره، مشکلاتی که قابل حله، یک مشکلی که حل نداره. آقا چاه نفت خشک شده، آقا باران نمی آید، آب نیست، آقا مشکلاتی آمده. نه، مشکلاتی که قابل حله خیلی آسان حل میشه. مشکلی که آسان حل میشه چرا ما او را سخت کنیم؟ چرا به او توجه نکنیم و حلش نکنیم و بعد بحران به وجود بیاید؟ و واقعا دل میسوزه وقتی که ما این داد و بیداد ایشانه ها را باید که با یکی بعد دیگری افشا میشن و میرن رسانه ها پخش میکنن که مردم عزیزانشون از دست دادن. و چه جمعیتی و هماره بالای به شهادت رسیدن و جانباخته هستن. و الله تعالی خیر بیاره. و راه من این عرض می کردم که راه اعتدالی، دین اسلام دین اعتداله. اگر ما مسیر اعتدال می بردیم مشکلات پیش نمی آمدن. اگر سیره حضرت رسول عمل می کردیم پیش نمی آمدن. اگر به قرآن عظیم و شان هم کاملا عمل می کردیم مشکلات پیش نمی آمدن. و قرآن عظیم و شان چه درس های زیبایی داده و که قرآن همین فرموده که شما برای الله قیام کنید. قوموا لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعدلوا. چه درس های زیبایی در رابطه با عدالت. بالاترین اگر عدالت اجرا می کردیم، اگر وہ آزادی هایی که در وقت انقلاب 57 سال پیش از این از عدالت وعده دادیم و آزادی فردا که بهار آید آزاد و رهاد هستیم و این را با چه آهنگ در رادیو و تلویزیون اون زمانه می خواندن فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم. و صحبت از عدالت بود، صحبت از سیری ملت، از آبادی کشور بود، از پیشرفت اقتصاد بود. وعده دادیم که اینها همه روزی بسیاری از اینا دم در شما می آید. و برق مجانی، آب مجانی، حالا خیلی چیزا وعده دادیم اون روزها. و بالاخره کاش که به این وعده هم می رسیدیم. نگاه مهمترین مشکل که پیش آمده که نگاه مذهبی آمد و نگاه مذهبی نمیتونه یک ملت متکثر و یک ملت های مثل ملت ایران جواب بده. نگاه قومی الان هم بدانن، آیندگان هم بدانن که هر کسی در ملک نگاه قومی را داشته باشه، نگاه مذهبی را داشته باشه و این هرگز جواب نمیده.
تنها نگاه ملیه که جواب میده. همه ملت، همه اقوام، همه مذاهب، همه ادیان که ملت یک کشوری هستن باید نگاه همه را شامل حال باشه، فراگیر باشه. و نگاه فراگیر و چه تنگناهی الله متاسفانه آمد که به هر حال به شمه اشاره شد و اون نگاهی که الله با اون نگاه است، اون نگاه ملی و نگاه فراگیری و نگاه شامل همه ملت، ندیده دیده های تنگ و نظرهای تنگ و نگاه تنگ جواب نمیده و جواب نداد در کشور. و اینه که اینها باید همه دولت های اینها را در نظر داشته باشند، همه مردم در نظر داشته باشند که دید باید وسیع باشه. الله تعالی توفیق عمل عنایت کنه و آینده خیری بیاورد. وقت زیاد رفته ولی یک دو تا مسائل خدمت شما عرض کنم که ماه ابتدای عرض کنم که گروگانگیری الان زیاد شروع شده. متاسفانه احساس اینه که مسئولانی که اینجا مسئول امنیتان و زیاد توجه به این مسئولیت نیست و بچه های کوچک گروگان بردن، پیرمردها را بردن، جوانها را بردن و فولای کلان مطالبه میکنن، بعض هیچ خبری از اونا نیست. و این بالاخره مردم باید اینجا زندگی بکنن، در سایه امنیت داشته باشه و این امنیت مسئولش مسئول مستقیم شورای تامینه که باید امنیت در استان، در این کشور، در زاهدان، در همه جا امنیت باید فراهم بکنه. و اگر کشور به حال خود رها بشه، مخصوصا در این جایی که مرزه و بالاخره امنیت از بین میرود و این امنیت مسئولن اونها که اینها رعایت کنن. ولی مردم باید همکاری کنن در برقراری امنیت. مردم همکاری، تو استفیدانند، علمان و سایر کسانی که از دستشو کاری ساخته میشه، ولی باید مسئولان مسئول مستقیم امنیت مردم. و بسیار تعجبه که چرا این وضعیت تا اینجا برسید. دیروز چندین نفر آمدن با هم و یکی گفت پدر من بردن، یکی گفت که فرزند من بردن، یکی گفت که افراد دیگر نزدیکشون بردن. بالاخره گروگانگیری خطرناکه. الان اینجا اگر کسی بگیره جلوتر اگر می بردن از خارج از مرد می برد کسی را، ولی الان نه، هیچی که داخل همه توی شهر ما نگهداری میکنن و میدانن که کسی دنبالشون نیست. بالاخره کسانی که مسئولیت دارن به مسئولیتشون برسن و شورای تامین باید فعال بشه و وظیفه هر ارگان و اداره برسه. و از دست مردم اینطور چیزی نمیشه که مردم اختیارات ندارن. و یک زمانی اگر احساس بشه که بحرانی داره میاد، وقت بالاخره مردم اجازه بده که خودشون فکری برای خود بکنن. و این اقوام اینجا هستن که می نشینند، این اقوام کنترل میکنن منطقه را و مدیریت میشه اینجا و بعد دزدها و گروگانگیرها و سایر کسانی که میخوان امنیت به هم بزنن برخورد میشه. ولی حالا
بالاخره به آنجا نرسه. ما معتقدیم که به مسئولان بجنبه و همکاری و حمایت از مردم می شود. در این یک مسئله است که نیاز همه هست، نیاز عموم جامعه، عموم اینجا باید زندگی بکنن. الله تعالی مشکلات را حل بکنه و گرفتاری ها را رفع بکنه. من یک نکته عرض کردم و گفتن که نگاه مذهبی که آمد متاسفانه از زنان هم شاکی شده و او حق و حقوق زنان که باید در نظر گرفته بشه و نگاه برابر به مرد و زن بشود، این رعایت هم نشد. وقت دیر گذشته، بله درست می فرمایید. و آخری جمله هم همینه که بالاخره رمضان داره می آید و این وقت بله وقت مبارزه با نفس و خودسازی، ماه خودسازی می آید و ماه الله تعالی است که بندگان همه تباتن و با تمام وجود به ماه مبارک رمضان نگاه کنند و انشالله آمادگی بشه برای این و این حرف را زدم برای آن که احساس وظیفه میکنم و مسئولیت میکنم و همه باید فکر کنم به خیر همان، به نفع همان. حرفا باید گفته بشه، حرفا باید زده بشه و تا به هر حال آنچه که خیره به روی او فکر کنه همه. و صلی الله علی سیدنا محمد.